پیغمبر خدا فرمودند به درستی این که دعا برطرف کننده هست، دور کننده هست آن بلاهای را که آن مصیبت و مشکلات را که به سر شما آمده نیست. و دعا برطرف کننده هست آن مهمات و آن حادثه که شما در او گرفتار هستید. فعلیکم عباد الله بالدعا. پیغمبر گفتند بس بر همه شما ای امت اسلام، ای پیروان قرآن، واجب است که دائم به دعا باشین تا که آن بلاهایی که به سر شما آمدنی و آن حادثه هایی که به سر شما می آید شما از آنها درک ندارید، خبردار نیستید. پیش از آنه که به سر شما این بلاها نآید شما دعا کنید تا که خداوند اون حادثه ها را از بالای سر شما دور کند. و پیغمبر گفتند و الحال در مصیبت و مشکلاتی که شما گرفتار هستید، چی بیماری باشد، چی از دست دادن پدر و مادر باشد، چی فرزند باشد و چی حادثه های دیگر باشد، دعا کنید خداوند آن مشکلات برای شما آسان می‌گرداند. حضرت سلمان رضی الله عنه میگوید ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه ان یردهما صفرا. رواه ترمذی. پیغمبر خدا گفتند خدای شما زنده هست، خدای شما هرگز نمی میرد، کریم است، سخی است. با این اقتدار و با این بزرگی که خداوند شما دارد، پیغمبر خدا گفتند یستحی من عبدی، همان ذات از این مخلوق خود شرم میکرده است. با چی شرم میکرده است؟ اذا رفع یدیه ان یردهما صفرا. خدا میگوید من شرم دارم که این بنده نالایق، این بنده که سر تا پا گناهگار است، به سوی درگاه من دست بردارد و من دست این را صفر یعنی خالی بر بگردانم. کرم بین لطفی خداوندگار، گناه بنده کرده است او شرمسار. پروردگارا به حرمت این فضیلت دعا، به حرمت این خبرهای پیغمبر که دور کننده همه مشکلات بنده این دعا هست، ما هم دستی به دعا می برداریم و دعا میکنیم که اللهم انا نسألك عیشة نقیة و میتة سویة و مردا غیر مخزی ولا فاضح. ای پروردگار مهربان، این حیاتی که برای ما مقرر کردی، شاید 60 سال باشد، شاید 70 سال باشد، خدایا این زندگی ما را حلال و پاکیزه بگردان و برای حلال زندگی کردن خدای مهربان برای این قوم ما همه شرایط را مهیا بگردان. و خدایا خود فرموده کل نفس ذائقة الموت، بجز ذات من همه شما مرنده هستین. ای خدای مهربان وقتی ما از این دنیا میگذریم، اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. خدایا سختی جان کندن را، مشقت جان کندن را برای ما، برای این قوم ما خدایا آسان بگردان. و خدایا ما را به سوی خودت خجالت رهسپار مگردان، ما را در محشرگاهت خدایا شرمنده مگردان. خدایا ما را با ایمان سفر کردن در موفق بگردان.
آرزوها و مرادها و مطلوبهای نیکی که در دل این بندگان تو هستند خدای مهربان برآورده بگردان. در این قوم ما شخصانی بودند که نماز می‌خواندند، الحال در عالم ارواح هستند و امید دعا و فاتحه این قوم ما را دارند. خدایا ارواحای ما را، روحشان را شاد، قبرهاشان را پر نور بگردان. بیماری ها هست، بیماری های مسلمان های ما را، علال خصوص در اینجا یک بابای حاجی الحال مراجعت کردند، بابای حاجی سلیمان. خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.